سلام دوستان، به یه ویدیو دیگه از چنل کوجین خوش اومدید. اومدین که ساری رو مازندران رو کوچه به کوچه با هم دیگه کشف کنیم. همونجور که از تو تامنیل دیدین، امروز اومدیم سراغ یکی دیگه از پارک جنگلی‌های خفن ساری، یک جای خیلی مناسب برای تفریحات خانوادگی. حالا ادامه ویدیو با هم داشته باشیم. خب بریم. حالا یه خوبی این پارک اینه که تازه تأسیس تقریبا و کمتر مثلا مثل جنگل شهید زاده و اینا مردم رفتن و پا میشه گفت به زمان امروزی پا خورده، کمتر پا خورده. باید اصلا جنگلش هم طبیعی، خیلی طبیعی تر نسبت به مایشان. آره کلا چون هنوز به اون چی نرسیده، این امکانات اونجوری خفنی مثل داره، مثل شهربازی اینجوری نداره. باید ببینیم یکم از داخل جنگلش هم بگیریم پایین. کلا مسیر اومدن و رفتن، الان ما اومدیم تقریبا بالاش، مسیر اومدن رفتنش خیلی خفنه که موقع برگشت سر خوردم که موقع برگشت حتما یه ویدیو ازتون برای مسیر هم میگیریم فلوش 6 دقیقه ببینید چه جاده خفنی داره. کلا تو جنگل فریکشی ها، وقت جنگل میبینی نیز میخوری تا کفش هم سر دیگه شکار کنیم. پسری که کفش سول میبوشه چیه؟ چه ربطی داشت؟ حالا هم پسری که کفش غیر سر نمیپوشه چیه؟ نمیشه از فضای داخل جنگلش تقریبا میشه گفت نسبت به زاره خیلی دست نخورده تره. باش به خیلی جا هم راه داره جنگلش، یعنی جنگل خیلی وسیعی هم میشه گفت هست. قشنگ رفتم تو تار عنکبوت نه حالا قشنگ داشت تارش. چقدر تار عنکبوت داره اینجا. تو جلو بیا. همه رحمت بدبخت داری میفرستن جلو. برو حرف نزن. قشنگ یه لرزش شدیدی یه از دوربین داشته باش، بعد این عنکبوتای رو خلاص شد. نه اینجا آویزونه به این آویزونه اینا. نه همه رو سارت بدم تا عنکبوت شد. گیمبال بریم حله. خب این نگاه کن تا عنکبوت برگ روش گیری کرده ازش مشخصه. تا رو اینجا بابا مثل آدم از اینجا تش خیلی جاده دیگه از طبیعت فکرش هم بگیریم دیگه. این عنکبوت دهن من سرویس کرده. ببین ما عنکبوت نیست. بگرد عنکبوت نمیگم دست نخورده همینه دیگه، همه نوشته عنکبوت هستش. حالا نسبت به خود جنگلا خیلی دست خورده تره و این نسبت به پارک جنگلی ها نگاه کن میتونه فوکوس کنه روش. خیلی فوکوس نمیشه کرد داری آرتی از این کارش. این داشت مرد عنکبوتی رو میشناسن دیگه، قهرمان شهرشون. به همون جاده اصلی اینجا حالا تک و توک اومدن نشستن و خواهد که تو ویدیوهای قبل گفتم برم ویدیو رو نها کنن رایت کنن. این میتونم بگیرم. بله بچه یه تبدیل شده مستند از عنکبوت حیات بزرگی هم هست. این تجزیه و تحلیل و شناخت عنکبوت ها. کل تم شده تا عنکبوت. ای خدا اینجا هم با تار عنکبوت میبود پام یک سر پشت من. سر عنکبوتی میشه داره بازی میکنه دیگه. بریم. خب این هم میشه. خب بریم ادامه ویدیو قشنگ. آره حالا تمرکز کنیم. خب نظر راجع اینجا من خودم بیشتر نسبت به زاده بخوام بگم خیلی جای بالاتری، هم فضاش آرومتره، هم کمتر اومدن مردم اینا، اون فضای جنگلی هم اون حسه رو آدم میده. آره پیشم جای برای خانواده اینا حالا بخوان اگه خیلی اهل جنگل کمپه چرا جای دور افتاده نباشن، این پارک جنگلی یه گزینه خیلی خوبیه. البته یه نکته بگم جدیدن یه سری چی اومد یه بیشتر از فکر کنم 8 شب 10 شب نمیذارن، بعد میبندن دیگه. حالا اون سری که ما اومده بودیم شب بود بیرون هم میکنن اجازه ورود ندادن. حالا فکر نمیدونم حالا بیرون میکنن یا نه، ولی 100% وقتی اجازه ورود نشته باشی یعنی که داخل نباشی دیگه. شده که بخواه به شب اینجا بمون.
خب فکر نکنم بذارم. هم شده دارن فکر نکنم بذارم حالا. که بیشتر همه بقا داریم میکنیم. بازم سری چکا این نقم سرش توی چیز بیفته میکروفون خیلی جیجک هست، خیلی هست. الان مثلا چوسی میکروفون اومدی نه؟ کم شدین کاره؟ میکروفونش این سرش نمیاد. ای بابا این از سر صورت من بگیر. برش کن بابا. باشه. مثل که این ما حالا تقریبا میشه گفت امروز چهارشنبه است یاره. چهارشنبه اومدیم پس اینجوری حالا آخر هفتهش یه ذره میتونه شلوغ‌تر باشه. این چهارشنبه یه جور بین تعطیلی این هم هست. آره با شلوغ میاد ولی دا شلوغ هم نیست. خیلی شلوغ نیست. حالا یه باقی سری که این برش هست. نمیدونم شایعات چی بود من شنیده بودم یاد باشه چند وقتی بود بسته بودن درشون. نه بخاطر ریزش بود. گفتن ریزش ولی من از این چند نفر از بچه‌هایی که اینجا زندگی می‌کردن هم دور اطراف هستن و اینا دونه سه اتفاق بدتری افتاده. چی مثلا؟ مثلا هم بگیم که مثلا با سانسور شدهش میشه اینجوری گفتش که یه سری دعوا و کشت‌وکشت‌ها. آره من والا رسما نمیدونم ژاپنه. به اونجایی که من خودم میدونم داستانش اینجوری که ریزش کرده بود پای سنگمن افتاد. به همه اینو گفته بودن الان بازم من نمیدونم دقیقاً. خب به خاطر دعوا چرا با 5-6 ماه ببندن؟ نه دعواش اینجوری نبوده. یعنی یه میشه پارکی خوردن آدم کشتن. این یه پارک کوچولو آره. و بچه‌ها که میاد اینجا. ای بچه باش میشه از این سوارشی بچرخونم. دیدی تو سوارشی بچرخونم فیلم میگیره. نه اصلا تو سوارشی قشنگ گیر میگیره. چه هست؟ به این سمتش اوه زم کن این چی یادم اومد. چی یادم؟ اولین روزی که من جسی رو گرفتم دقیقا اولین روز اومد اینجا. جسی رو نمیشناسم. جسی رو نمیشناسم اینو. جسی بچه‌ها هاپویه که با ما زندگی میکنه. خلاصه که اولین روزی که من اصلا اینو گرفتم اومد به خانواده ما دیگه اولین روز دقیقا من میشم. بعد این انقدر ساکت بود اصلا حرف نمیزد. اشتباه نشده بود از بخت ببین من ترسیده بودم نکنه این بچه اینجا؟ لده اصلا یه سری صندلی مندلی هستش دقیقا همینجا من نشستم. ولی این ایدهشون خیلی دوست داشتم. صندلی گذاشتن خیلی کار راحت بود. دقیقا همیشه اومده بودیم بعد این حرف نمیزد اصلا جیکش در نمیاد نه پارس میکرد نه حرف میزد نه هیچی. من گفتم آقا این دم خودش هم لاله. من هم طور بگم تو یه هفته نمیتونم حرف بزنم بار اول. خلاصه هم فردا شبش فردا صبحش هم مثلا فردا شبش یواش یواش شروع کرد پارس کردن و اینا دیگه همه که هیچی ما هم میخورد. چند سال پیش میشه؟ حدوداً 2 سال پیش. 2 سال اوایلی بودش که اینجا واسه هم آره اوایل هم بود. فکر نکنم اینجا هنوز درست کرده باشم اون موقع. اینجا درست کرده بودم اون موقع؟ آره اینجا بود. آره نمی‌شد مثلا پنج شما رو یادم نمیاد. صندلی اینا صندلی رو اینجوری یادم نمیاد. نمیدونم بود. اینا به جدیدن زدن. میز شطرنج. زمانی از این میز شطرنج خیلی دوست دارم. کالکولر هم داره. آره. مسابقه پیرمرد هستی. چه چاقه یارو. میشه یه نمایی از این پارکی میشه نه اون فریسکولیش بود. دیستایی هم خوابیده حالا یه مغازه دیزم داره. میشه محیط اینجاش. بعد تو ادامه ویدیو میریم براتون از مسیر برگشتش هم میگیم که مسیر واقعا خیلی خفنه. مسیر برگشتش هم مسیر رفتش هم هست. میگم بگه واقعا فوق‌العاده است. حالا شبیه تونله که با ماشین حالا ادامه با باشه دیگه. ادامه داخل مسیر. آثارات از توران کبود روی من کل تا الان اینجوری شده. خب این هم از مسیر برگشتش. اصلا مسیر برگشتش شاهکاره واقعا. قشنگ جاده و براتون میگم. میگم دقیقا شکل همون تونلی که این درخت‌ها درست کردن دیگه. یه چیز خیلی فوق‌العاده و خفن. یه چیز عالی میشه.
دوست دارین این داخل اینا همینجا این بغل خیابون میتونیم پارک کنیم. فضا اینا زیاد داره نشسته. خیلی هم سریع‌تر بود و مسیر هم برسیم حالا. از کل مسیر هم براتون گرفته باشیم. بعدش کجا ورودی میگرفتم؟ جنگلزاره ورودی میگرفتم. داره ورودی داره، اینجا ورودی نداره. یعنی که آقا باز اونجا یه ذره امکاناتش بیشتره شاید حالا. امکاناتش آتشی رستوران بیشتر داره. نه مثلا آلاچیق داره و مثلا مارک بازی داره. اینجا رسیدیم هم یواشتر برو از ویو کجا هم الان برو جلوتر. از این چیزا هم بگیری کل یا مثلا یک کاملتر برو. نمیشه از ویو ساری و کل قشنگ به جلوتر میگیره. چه قشنگ کل ساری زیر پاته دیگه. چه غروب قشنگی هم هست. کلا چون که بالای کوه میشه گفت هستش کل ساری قشنگ زیر پاته. اینجا یک کم اینجا واسه اینجا درست سوراخ من میتونم بگیرم از بیرون. برو جلوتر از این سوراخ ببین معلوم باشه. زیاد بازم اینجا قشنگ نفهمید چه دیگه باشه. دیگه من زوم میکنم. پیاده شو. نه میشه از دیگه ساری که خودم نمیتونم ببینم فقط شما میتونی ببینی خیلی. خدایی بعد در اومده باشی دوباره بر نمیگردم ها. نه اوکیه. ازم دست اون دمت گرم. قشنگ رفتی توی تیر. نه درختای سوزنی تاجش. این درخت دیگه درخت مصنوعی حال نمیده. بذار دقت کنیم به مسیر پیشتر پیشش واقعا. آره کوه داریم پیشتر پیش میریم پایین دیگه. خیلی هم میلرزید و بیم به خاطر پسنداز اینا و این سعی میکنم لرزشش کنترل کنم. برو سریع‌تر برو اوکیه. وسط‌تر ببینم تو دستت داخل درخت نره. حالا ماشین هم از اون ور بپا. هی داشت چی فکر شدی؟ یعنی مسیرش خوراک اینه یه آهنگ بذاری آروم ملو. آهنگ قمیشی هست میشه من به یاد اون جزو من دیشب دانلود کردم. عطر بارون دده نه اون نبود. اتفاقا اون سری که مثلا اون سری که گفتم جسوی افتاده اینا قشنگ بارونی هم بود هوا. یه مه خوشگل اومده بود پایین دادن بارون واقعا فوق‌العاده. مه پایین نیومده بود اینجا که بالا خودش رفته بود تو مه. پرواز داشت چی فکر کردی؟ النمده خیلی آپشنال. آره النمد آپشنال. بلیت ملیه. اینجا قشنگ من گند بردم کردم. ولی مسیر خیلی پر آرامشیه. چون که ببین مثلا از این مسیر زیاد از مثلا طرفای همین کاگام میخوایم بریم اینجا گفت جنگلش اینجوریه تقریبا خب ولی اینجا چون که یه ویوی خیلی خوشگلی هم از ساری داره کلا فضا خیلی بالتر هم میکنه. آتش نشانی اینجا هستش و یه اتفاقی افتاد یه جلو رو بگیر میشه آره دیگه ورودی یا همون خروجیش زمینه شادیزادی و اینا نقال معلوم رفتیم اونجا سر پیش یکم صحبت هم کم کنم یه چیز خیلی خوب بتونم در بیارم. میشه از این چیزا زمینه ها اینا که اون یکی هم اگه دقت کنین اینجا میشه همون رودخونه تجه کلا میشه تو همین راسته دیگه برای اینجا خیلی خفن برو اونجا. خب رسیدیم به پایان این قسمت از ویدیو. همچنان میشه گفت ساری پر از جاهای خفن و چیزای دیدنی و پر از داستانا و خاطرات جالبه. حالا اگه شما خودتون اومدین اینجا یه خاطره خیلی خفن راجعش دارین حتما زیر کامنت ها بنویسین. دوربین کجا داری میگیری؟ بیا لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه.
نمیشه منظره اون ور. حالا تا ویدیو دیگه و داستانهای دیگه خدا نگهدارتون باشه. خدا شما.